گناه و معصیت باعث بربادی انسان در هر مقطع سنی می شود، چه ما نوجوان باشیم، چه جوان باشیم و چه پیر باشیم. اما جوانان بیشتر در معرض گناه قرار دارند، زیرا نفس و شیطان در این مرحله که اعضای بدن انسان و قوتها و نیروهای انسان به تکامل می رسد بیشتر فشار می آورد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم این مطلب رو احساس کردند و در توصیه های خود برای تربیت نسل جوان این مطلب رو بیان می کنند. یا معشر الشباب، ای گروه جوانان، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اگر توانایی دارید ازدواج بکنید. فإنه اغض للبصر و احسن للفرج، چشمان شما را حفاظت میکند، به زنان نامحرم نگاه نمیکنید. حیای شما را حفاظت میکند، به طرف گناه حرکت نمیکنید، به طرف معصیت علاقه پیدا نمیکنید. او مطلبی که از حدیث میخوام بیان بکنی است که ما برای برداشته شدن زمینه‌های گناه و آلوده شدن جوانان به گناه باید کار بکنیم. ما چگونه یک جوان رو از گناه میتونیم نگه داریم؟ رسومات و عنعنات و سخیری هایی که در مسائل ازدواج در جامعه ما وجود دارد برخلاف شرع است. حتی من در مراسم های عروسی هم مطلب رو میگم. گاهی در تالار ما دعوت میدن، روی کارت مینویسن مراسم سنتی و اونجا میرن میگن مولی صاحب شما سخنرانی بکن برای مردم. ما ساز و دهل نیاوردیم. یک عروسی با نیاوردن ساز و دهل و با سخنرانی یک عالم سنتی نمیشه. عروسی سنتی او است که از ابتدا تا انتها بر اساس سنت رسول خدا برگزار بشود. 10 لک، 15 لک، 20 لک پیشکش گرفتی، 1000 نفر، 500 نفر به زور بالای از جوان تحمیل کردی که در تالار باید نان بدهد و هزاران مصارف دیگه بر او تحمیل کردی. حالا با سخنرانی یک عالم میخوایی این گناه ها تبدیل به سنت بکنی؟ این اعمالی که اصل در دین ندارد تبدیل به سنت بکنی؟ این سختگیری ها توجیه بکنی که سنت است؟ این امکان ندارد. جوان به خاطر پیدا کردن پیشکش، به خاطر پیدا کردن هزینه ازدواج در کوره های ایران در آتش سوخته، در چاهای فاضلاب کشورهای همسایه مرده و جنازه از او بیرون نشده، سر مرز مرمی خورده کشته شده. پشتکی میگن، کفتاره میگن، کفتاره تریاک رفته با کفت خود کرده و اون که رفته تا به امروز معلوم نیه زنده و مرده است. این کجای از سنتی است؟ کجای از عروسی و مراسم؟ هر اندازه ما در مواردی که دین برای از او ما توصیه با آسانی کرده، توصیه بزی کرده که سخت نگیریم، ما سخت بگیریم، فردا در مقابل گناهان جامعه مسئولیم. و جوانی که بخاطر ازی که عنعنات و رسومات غلط یک جامعه باعث ازی شده نتوند ازدواج بکند، با سرمایه اندک مبتلای به گناه می شود، الله از پدران و مادرانی که سختگیریات میارن میپرسد